این مسئله ریش دوستاد هست نه دارو و مثال همین میناکسیدیل بعضا وقت میشه که همون طرفی همون شخصی فروشنده یا که از روی فهمیش خود همین باید وقتی که امور شکلی بعد از یک ماه یا که چند هفته گذشته باید کمی ریش تراشی و سوکی همون شوتر برایده آدمی که ریش نداره همین حالا در گرفتن ریش درست هست یا حرامه؟ نه، تراشیدن اصلا درست نیست. چی این دارو فایده نمیکرد است اگر نتراشید؟ صد فایده میکنه اگر همون را نتراشید و همون درون ریش شوتر نداره رنگی که میتراشیش فایده نمیکنه. دوستان همین یک دو برادر گفتن که اگر که فایده هم نکرد باید نتراشی، حرام است گفتن. دوستان همین خواستیم بله، اصلا تراشیدن ریش منع است. سبب هم داشته باشه من از استادم. آخه سبب چی؟ سبب این سبب شده نمیتونم. اگه ما حواس داریم مثل کنیم بعضی جا ریش نداره حواس داریم که اگه برادیمشون با همون خاطر اگر بودگیش ماندن گرید انشالله جمال و نور میدودگی الله هست. خب استاد جان از رحمت بارک الله فیکم. آدمایی که ریش دارن ریش میتراشن، آدمایی که ریش ندارن و برای حرکتی برآوردن. الله المستعان.